بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سورة تبارك هي المانعة من عذاب القبر. رسول الله صلی الله علیه و سلم در این حدیث مبارکشان فرمودند سوره تبارک منع کننده از عذاب قبر است. و روى الترمذي من حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عن سورة تبارك: هي المانعة هي المنجية تنجيه من عذاب القبر. و امام ترمذی رحمت الله علیه از عبدالله ابن عباس الله تعالی از ایشان راضی باد از پیغمبر علیه السلام این که آن حضرت علیه السلام گفتند سوره تبارک مانعه هست، یعنی منع کننده هست و نجات دهنده است، نجات می‌دهد از عذاب قبر. و جاء عند احمد و ابو داود و الترمذی و غیرهم من حدیث ابی هریره رضی الله عنه ان رسول الله صلی الله علیه و سلم قال: ان سورة من القرآن 30 آیه شفعت لرجل حتى غفر له وهي تبارك الذي بيده الملك. و در نزد امام احمد و ابو داود و ترمذی الله ایشان را رحمت کرده باشد و غیر از آنها از حدیث ابو هریره الله تعالی از ایشان راضی باد اینکه رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتند یقینا سوره است در قرآن 30 آیت است شفاعت میکند از برای مرد حتی اینکه گناهان آن مرد بخشیده می شود و همان سوره تبارک الذی بیده الملک است. الله متعال هر بیگاه پیش از خواب خواندن سوره تبارک را برای هر یک ما میسر و آسان بگرداند، برای ما شفاعت کننده نصیب گرداند. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.